مشتری اومده روی این پایه دکلوره حالا اگه زوم کرد یه همچین رنگ مویی رو میخواد، یه رنگ کرم جذاب خیلی روشن. پس دیگه چی میمونه جز این که لایک کنی؟ رو پایه 9 دکلوره قرار اون ترکیب جذاب و با هم دیگه به دست بیاریم. به عنوان رنگ اول از 11.7 پلاتین آیریش فانولا دارم استفاده میکنم، 70% سهم ترکیبم، و به عنوان رنگ دوم از 12.0 طبیعی فانولا به میزان 30% از سهم ترکیبم. با اکسیدان 2% بلونمی من کار کردم به میزان 2 برابر و مکس حدود 10 تا 15 دقیقه. راستی با افتخار بگو ساکن کدوم شهری؟ لایک و کامنت این پست جایزه داره. حتما با افتخار بگو ساکن کدوم شهری، کامنت این پست جایزه داره. خب روی اون قسمت هایی که